انرژی نیاز هر روز ما. سلام دوستای خوبم، حالتون چطوره؟ خوشحالم که بازم اومدم به دیدنتون، چون با دیدن شما کلی انرژی میگیرم. گفتم انرژی، بچه ها موافقید که با هم امروز که در کنار هم هستیم در مورد انرژی صحبت کنیم؟ اینکه انرژی چیه و چه شکلی هست؟ بچه‌های عزیز، کارهایی مثل ورزش کردن، دویدن و یا درس خوندن شما و پرواز کردن پرنده ها همه نیاز به انرژی داره. بچه‌ها، این وسایلی هم که در اطراف من میبینید همه برای انجام دادن کار انرژی مصرف میکنن. ولی خب اگر خوب نگاه کنید میبینید که انرژی که اونا مصرف میکنن شبیه به هم نیست و با هم تفاوت دارن. دوستای خوبم، ما برای انجام دادن کارهای خود از شکل‌های گوناگون انرژی استفاده میکنیم. در این درس با شکل‌های گوناگون انرژی مانند حرکتی، نورانی، صوتی و گرمایی و تبدیل آنها با یکدیگر قرار آشنا بشیم. بچه‌های عزیز، همه اجسامی که حرکت می‌کنند انرژی دارند. به این انرژی حرکتی میگیم. دوستای خوبم، تا به حال فکر کردین چگونه میتونیم با استفاده از انرژی حرکتی جسمی رو جابجا کنیم؟ خب حالا برای یافتن پاسخ این فعالیت ها رو با هم انجام میدیم و بعد با هم بحث و گفتگو میکنیم. بچه ها، شما فکر میکنید آتش میتونه شکلی از انرژی باشه؟ انرژی گرمایی یکی از شکل‌های انرژیه که میتونه به شکل‌های دیگه انرژی تبدیل بشه. همینطور شکل‌های دیگه انرژی میتونن به انرژی گرمایی تبدیل بشن. این فعالیت رو انجام میدیم تا ببینیم چطور انرژی گرمایی به شکل‌های دیگه انرژی میتونه تبدیل بشه. هوای گرم انرژی گرمایی داره. نفت، بنزین، گازوئیل و گاز شهری از انواع سوخت‌ها هستند که این مواد وقتی میسوزن انرژی گرمایی تولید میکنن. نوری که از چشمه‌های نور میتابه انرژی داره. به این انرژی نورانی گفته میشه. باد، آب جاری، سوخت‌ها و خورشید منبع انرژی هستند. خورشید بزرگترین منبع انرژیه که روشنایی و گرمای کره زمین از خورشید تامین میشه. این انرژی پاک، ارزان و بی‌پایانه. وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت میکنه، صدای اون شیشه پنجره ها رو میلرزونه. آیا میدونید چرا؟ با انجام این فعالیت میتونید سوال من رو خیلی راحت پاسخ بدید. صدا انرژی داره. به انرژی صدا انرژی صوتی میگیم. خب با فعالیتی که انجام دادید متوجه شدید که صدای هواپیما میتونه شیشه پنجره ها رو بلرزونه. در این حالت انرژی صوتی به کدوم شکل از انرژی تبدیل شده؟ ما هر روز برای گرم یا خنک کردن خانه، پختن غذا، رفت آمد با اتوبوس یا خودروی شخصی و انجام دادن کارهای دیگه مقدار زیادی انرژی رو به شکل‌های گوناگون استفاده می‌کنیم. هر یک از این انرژی ها از منابع مختلف انرژی به دست میان. سوخت‌ها یکی از این منابع انرژی هستند که با سوختن انرژی گرمایی تولید می‌کنند. مقدار سوخت‌ها کم هست و روزی به پایان میرسه. پس باید از مصرف بیجای سوخت خودداری کنیم و با استفاده درست منابع انرژی رو حفظ کنیم.